دوستان عزیز سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ از جزیره کیش با شما هستیم و 3 روز مونده تا ماراتون کیش. ثبت نام کردیم برای این مسابقه، میخوایم شرکت بکنیم و تو این هوای عالی و درجه 1 که حالا نمیدونم گرد و خاک چجوری داستان، یا آن مه میشه یا آن خاک میشه، هوا دوره هوا خوب میشه، یه جور هوا عجیب غریبیه. بر ترتیب بریم ببینیم لب ساحل و میخوام طلوع خورشید رو بهتون نشون بدم. صبح 11 آذر هست و میخوام تو این 2-3 روزه یه جاهایی از کیش رو بهتون نشون بدم که تو بقیه ولاگ‌های کیش خیلی کمتر حالا میرن سراغش و اکثرا میرن جای شیک و پیک کیش رو نشون میدن، جای قشنگاش رو نشون نمیدن. تلاش میکنم این جاها رو بهتون نشون بدم. بریم لب ساحل و طلوع آفتاب. میبینید سکوتشون که هیچکی نیست وسط این درخچه های مسیر سبز
دور جزیره حیف اومد نبینید. خیلی خلوت و سکوت درجه داره. دوستان عزیز، یه خورده دیگه دو خیابونای کیش بچرخیم. هوا یه چیزی تو مایه‌های نوسانی گرم و سرد میشه و هوای جالبی داره، هم مرطوبه، هم گاهن سرد میشه، هم گاهن آلوده میشه، همه چیز داره این هوا. امروز صبح هم رفتیم سمت حالا اول صبح که بهتون نشون دادم یه مسافتی رو دویدیم و بعدش رفتم پلاژ آقایون برای شنا که اونم مال صرفا فقط بابت این که یه کمد و یه حالا دوشی برای بعد از شنا وجود داشته باشه که حالا کسانی که دارن این ویدیو رو میبینن و میخوان پلاژ آقایون و احتمالاً پلاژ خانم‌ها هم باید به همین ترتیب باشه میخوام برن، حواسشون به این باشه که حتما دمپایی ببرند، چون دمپایی نمیده و باید حتما دمپایی داشته باشید، چون کف اون منطقه‌ای که برای شنا هستش عرضم به حضور شما که شدیداً پره حالا توتیا و انواع اقسام مرجاناست و اگر دمپایی نداشته باشید و از اونجا هم تهیه نکنید داستان ها خواهید داشت بعد از این که از پلاژ میاد بیرون. فکر کنم هتل، آره دیگه این هتل داریوشه. دارم میبرمتون کاخ شاه، ببینم کاخ شاه رو پیدا میکنم، کاخ الیت رو، و میشه توش رفت یا نه. داریم میریم اون بریم. فکر کنم پیدا کردم و ببین چه مخروبه ای شده، جایی که میشه ازش دیگه حداقلش دیگه به عنوان یه موزه ازش استفاده کرد یا کاربردهای دیگه یا ازش برد و ازش استفاده کرد، تبدیل به مخروبه شده در شرق جزیره کیش. بله یافتم، مسیرتون پیدا کردیم. 2 تا هم هست، من فکر می‌کنم یه دونه است.
داشتم میگفتم حداقل استفاده از اینا میتونه به عنوان یک موزه باشه، ولی همون هم به قول معروف اتفاق نمیفته و در شرق جزیره به حال خودش رها شده. این یه زمانی بهش میگفتن کاخ، الان یه خونه معمولی هم دیگه نیست. خب اینم کاخ الیت، کاخی که نوشته شده سال 48 آغاز شد، نوروز 51 ساختش تموم شد. اینکه تو فیلمایی که حالا تو یوتیوب هست بعضی اشخاص واردش شدن، من اینجا راه ورودی نمیبینم که راه چی جوری وارد شدن، چون همه درا رو یه حالت یه دو حفاظه کردن اصلا. متاسفانه ببینید به حال خودش رها شده. خب من فکر می‌کردم راه وروداشو بستن، قشنگ میلا کنده شده دیگه، قشنگ میگن اینجا رفت تو. یه نمای داخلیش هم واسهتون گرفتم. ظاهرا 3 طبقه است. حالا من طبقه بالاییشو فکر نمی کنم طبقات بالایش استحکام درست حسابی داشته باشه، آدم بره بالا یه چیزی زیر پاش خالی بشه. ولی دیگه بالا نرفتم، همون طبقه پایینی رو نشون دادم. ولی چقدر اتاق خواب داره این، چقدر اتاق به اتاق، اتاق به اتاق، و نمیدونم چه کاربردی داشته این حجم از برترتیب اتاق هایی که در این حالا یه زمانی بهش میگفتن کاخ وجود داشته. امیدواریم حالا یه دستی به سر روش بکشن و از این اوضاع رقت انگیز خارج بشن. دریای امروز هم بهتون نشون بدم. حالا من خودم رفتم پلاژ چون حالا نمیشد اونجا زیاد فیلم گرفت. فیلم دریا باقی مواردش گذاشته میشه واسه فردا که قشنگ یا یه موتور بگیرم یا با دوچرخه کل جزیره رو حالا تا اونجایی که رمقش باشه، چون نمیخوام زیاد خودم خسته بکنم، چون جمعه همونطور که میدونید ماراتون هست و نمیخوام زیاد خستگیش بمونه. ولی تا جایی که حالا راه داشته باشم میخوام برم اون سمت جزیره، شهر حریره و یه چند تا روستای قدیمی هم اون سمت جزیره هستش. ببینم میشه فردا رفت و کل مسیرش هم از لب ساحل میگذره. همین مسیری که الان دارم میرم پای پیاده تقریبا ادامه همین مسیره که
دور جزیره رو کامل میکنه. صدای هواپیما از زمین صدام بود، ببخشید. نمایی هم بهتون بدم که چرا به جزیره کیش میگن جزیره مرجانی. لایه‌های مرجانی رو ببینید، تقریبا لب ساحله و سن دقیقش رو آدم در بیاره عجیب غریبه که مال کی میتونه باشه. خب سلام مجدد. گفتم این نمایی از شب جزیره هم بهتون نشون بدم. خیابون‌های آرام، یه همه جاهای تاریخی کیشو بهتون نشون ندم دیگه. یه جای جینگول مستونش هم یه روخی ببینیم ازش. اینم میکامل گردیمون و حالا چند تا نما واسهتون گرفتم، ولی حالا اکثر مغازه هاش که خالی بود. حالا مغازه های طبقات بالاش اکثرا خالیه و حالا برندایی هم داخلش هستن که قیمت ها خب انقدر بالا هست با توجه به سطح تورم فعلی ایران و حالا اکثرا هم قیمت ها تفاوت آنچنانی با تهران میتونم بگم نداره و حالا رو همون قیمت های بالا یه سری تخفیفاتی هم زدن که حالا الان با توجه به اینکه بلک فرایدی هم تموم شده ولی حالا دارن از اسم بلک فرایدی استفاده میکنن و میگن تخفیفات بلک فرایدی، ولی عملا تخفیفات آنچنانی نمیشه رو جنسا دید و حالا من با توجه به وقتی که داشتم و حالا جایی که دیدم اکثرا تخفیفات درست حسابیشون نهایتا بین 10 تا 20%. حالا بعضیا با اعداد بازی میکنن میگن 40% و 50% و 60% و یه جوری میتونم میگم همش الکیه.